چی رقم فهمیدین که خلاصید که عرفات جان یک نابغه است؟ ما تقریبا 100 چند برنامه با رسانه‌های مختلف، با تلویزیون‌ها و با یوتیوب چینل‌ها و غیره رسانه‌ای که دادیم، زیادتر امی سوال شده که عرفات جان چرا طیاره را بالا نمیکنه یا چرا بعض کشفیات دیگه نمیکنه. عرفات جان آیکیو مغزش 160 است، 60 برابر یک انسان 40 ساله. بعد از سن 10 سالگی و 11 سالگی هورمونای مغز شروع به فعالیت میکنه که او آده بخیر ما میتونیم که از عرفات جان یک مصدر خدمت شوه به وطن ما، به وطن. بعد از که 10 سال، وقتی که 10 ساله شوند یا 11 ساله، چی رقم خدمت مصدر خدمت میگرده به هورمونای مغزش فعلا ضعیف است. بعد از سن 10 سالگی یا 11 سالگی شروع به فعالیت میکنه که شاید سافتیرهای جور بکنه و شاید بسیار نوآوری‌هایی داشته باشند. به گفته دکتر صاحب بله. خب یعنی شما میگین که عرفات جان توانایی زیر بعد از عمر پوره کردن 10 سال یا 11 سال میتونه که سافتیرهای بزرگ کلانی را که با یک انسان عادی مشکل است یا بسازه.